سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 5 ایون تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. سفر سرگئی لاوروف به دوشنبه در پی بازداشت صدام مهاجر تاجیک در روسیه. مهاجر تاجیک از روسیه اخراج شده را به جای به تاجیکستان به جنگ اوکراین فرستادند. رید ضد مهاجران تاجیک در مرکز سودای سلاریس در مسکو. 7 مدال گشتیگیران تاجیکستان در مسابقه گراند پری دوشنبه 2023. در گذشت مولا جمال الدین نعمتزاده پسر مفتی پیشین تاجیکستان برای نجات دادرش خود را به آب زد. در تاجیکستان باز 4 کودک غرق شدند و اکنون تفصیلات خبرها. وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف روزهای 5-6 ایون سال 2023 با یک سفر رسمی از تاجیکستان بازدید کرده با پرزیدنت این جمهوری امامعلی رحمان و وزیر خارجه‌اش سراج الدین موحدین گفت و شنید میکند. بنا به اطلاع رسمی که روز 4 ایون در سامانه وزارت خارجه روسیه نشر شد، قرار است در جریان این مذاکرات طرف‌ها مسائل داغ مناسبت‌های دو جانبه، دورنمای رشد من بعد مناسبت‌های اتفاقچه مسکو و دوشنبه در ساحه‌های سیاست، تجارتی و اجتماعی و بشری بررسی کرده. پیرامون مسائل بین المللی و منطقوی مورد توجه جانبین تبادل نظر کنند. مسکو گفت توجه جدی به من بعد باز هم عمیق‌تر کردن هماهنگسازی سیاست خارجی روسیه و تاجیکستان در عرصه اساسی چند جانبه از جمله ODKB، SNG-شوس، همچنین سازمان ملل متحد داده خواهد شد. قرار است سرگئی لاوروف در جریان این بازدیدش همچنین در نزد دیپلمات‌های جوان، دانشجویان و ژورنالیستان و دایره‌های علمی در دانشگاه اسلاویانی سخنرانی کرده در مراسم معرفی مجموعه کتاب‌های ادیبان کلاسیک روس و مذهب پروسلاوی شرکت ورزیده و از پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان نیز دیدن کند. به احتمال غالب یکی از این مسائل داغ مناسبت‌های دو جانبه که آن را در جریان مذاکرات حداقل جانب تاجیکستان خواهد برداشت، موردهای بازداشت‌های عمومی مهاجران تاجیک در شهرهای روسیه خواهد شد. برخی ناظران امور تخمین میزنند که در پس این موج نو تعقیبات و فشار نسبت به مهاجران تاجیک در روسیه به احتمال غالب یک سلسله عامل‌های ایستادند که در عموم به جنگ روسیه به ضد اوکراین و پیامدهای آن از جمله تحریمات بین المللی به ضد روسیه اعلان شده و ضعیف شدن مسکو در عرصه بین المللی ربط دارند. اولین علامت سرد شدن مناسبت‌ها به نظر ناظران امور دعوت پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین برای اشتراک در پراد امساله بخشیده به عید غلبه در مسکو را در اول رد کردن پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان شد. امامعلی رحمان در نهایت روز 9 مای به مسکو رفت، ولی پوتین که با زودرنجی و کینه‌ورزیش نام برآورده است ظاهراً از این سخت خفه شد. همین طور پوتین شاید از نمایش به نظر او ناکافی صداقت از جانب دولت‌های تحت نفوذ مسکو به ویژه تاجیکستان در امر حمایت از جنگ روسیه به ضد اوکراین عصبانی شده باشد. در این لابلا به نظر تحلیلگران نتیجه های نشست یکم سالن خطای و آسیای مرکزی در شهر سیان که خطای به کشورهای آسیای مرکزی وعده قریب 50 میلیارد دلار سرمایه گذاری داده عملا خود را به این دولت‌ها حتی از روسیه هم نزدیکتر ساخت. سردی مناسبت‌های بین مسکو و دوشنبه را بازم سردتر کرد. ظاهراً روسیه که به سبب در باطلاق جنگ اوکراین در ماندنش خیلی ضعیف شده است و دیگر توان گرفتن پیش روی توسعه طلبی خطای را در کشورهای آسیای مرکزی ندارد، برای فشار رساندن به حکومت‌های این منطقه که آن را حوله درونی خود و قلمرو نفوذ تاریخیش می‌شمارد، حالا از یگانه وسیله فشار در دستش باقی مانده، یعنی قرطه مهاجران کاری استفاده می‌برد. پایگاه خبری بامداد خبر داد که مقامات قدرتی در نویه کینگسیپ ولایت لنینگراد واقع در کنار شهر سنت پترزبورگ روسیه یک شهروند تاجیکستان را مجبوراً به جنگ ضد اوکراین فرستاده ایستادند. شهروند 30 ساله تاجیکستان دلیرجان که به خالات مراجعت کرد نقل کرده است که کارمندان گئی ماشین دلیرجان را صحنه 4 مای سال 2023 در نویه کینگسیپ ولایت لنینگراد من نموده پس از تفتیش حجت‌ها معین میکنند که
دلیر حجت‌های ضروری برای اقامت در روسیه را ندارد. او را از همان جا راست به شعبه پلیس نویه کینگسیپ میبرند. الکی پس از یک روز در صحنه 5 مای دادگاه کینگسیپ دلیر را از روی قسم 3 ماده 20 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه عیبدار دانسته 3000 روبل جریمه بست و همزمان حکم اخراج و دپورتاسیش را از روسیه نیز صادر کرد. این شهروند تاجیکستان را مدت 25 روز در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی شهر سانت پتربورگ و ولایت لنینگراد نگاه داشته بعدا مجبور میکنند که تا به یک کاغذ امضا کند. به من چیزی را نشان دادند، یک کاغذ را دادند و گفتند امضا مان. من نمیدونم آنجا چی نوشته بود. امضا ماندم. پس از امضا ماندن کارمندان کمیساریات حربی به نزد من به بازداشتگاه آمدند. حالا که من هر روز میگفتم که به جنگ نمیروم، ولی آنها در نهایت مرا به جنگ فرستادند. نقل کرده است دلیر به خالد. صحنه 3 مای دلیر و چند خارجی دیگر را از همان بازداشتگاه خارجی ها به یک قسم حربی واقع در ولایت لنینگراد انتقال دادند. هنگامی که دلیر در قسم حربی به مسئولین آن میفهماند که به جنگ رفتن نمیخواهد بلکه میخواهد به تاجیکستان برگردد، او میگوید که با خواهش خود به اینجا نآمده است و هیچ گونه شرطنامه را هم امضا نکرده است. ولی در جواب به او میگویند الکی همه چیز حل و تمام حجت‌ها امضا شدند و اکنون تو تنها پس از زندان نشستن میتوانی به وطن برگردی. دلیر در صحبت به خودت گفته است که شناسنامه را از دستم گرفتند. همراه من یک نفر شهروند ازبکستان نیز است. او هم نمیخواهد به جنگ اوکراین رود، ولی افراد باقی مانده در این قسم حربی اختیاری هستند. آنها با اختیار خود به جنگ رفته ایستادند. هر روز برای مشق به تیرپرانی میروند، ولی من در تمرین‌ها اشتراک نمی‌کنم. این شهروند تاجیکستان روز شنبه 3 ایون سال 2023 به سفارتخانه تاجیکستان در روسیه و کنسولگری تاجیکستان در پتربورگ زنگ زده است، ولی نتوانسته است با کسی از دیپلمات‌های تاجیک تماس بگیرد. اداره نشریه خالد نیز با مقصد به سهم سفارت و کنسولگری تاجیکستان رسانیدن حالت به سر دلیر آمده نامه ارسال کرده قضیه این شهروند تاجیکستان را شرح داده است، ولی تا زمان نشر گزارش اداره خالد جوابی از جانب نمایندگی‌های تاجیکستان در روسیه دسترس نکرده است. والنتینا چوپک، یک حامی حقوق مهاجران که خود او نیز از روسیه اخراج شد و حالا در امریکا به سر میبرد، در صحبت به شبکه تلویزیونی داشت تصدیق کرده است که شهروندان تاجیکستان از بازداشتگاه موقتی که میبایست از روسیه به تاجیکستان اخراج میشد به جنگ فرستاده شد. خانم چوپک گفت که این بچه قریب به زبان روسی حرف زدن نمیتواند. این معنای آن را دارد که در آن کاغذ چه نوشته شده بود او سرفهم نمیرود. تا این دم چندین تن از شهروندان تاجیکستان از زندانهای روسیه به جنگ ضد اوکراین جلب کرده شده بودند که تنها پس از کشته شدنشان معلوم شد که آنها در جنگ اشتراک نمودند. تا به حال یگان معلومات دقیقی نیست که شهروندان تاجیکستان از زندانهای روسیه با خواهش خود به جنگ میروند و یا مقامات روسیه مجبورا آنها را به جنگ میفرستند. ولی در هر صورت تا امروز درباره هلاکت تقریبا 100 تاجیک از جمله بیش از 30 محبوس تاجیک در جنگ اوکراین خبرها به دست رسیدند. قضیه دلیر از اولین دلیل‌هایی است که با دلیل‌های شیعی از ایده‌های گویا اختیاری به ارتش روسیه پیوستن مهاجران تاجیک برای اشتراک در جنگ ضد اوکراین پرده می‌بردارد. به نظر کارشناسان حربی ارتش روسیه از سبب در باطلاق جنگ ضد اوکراین در ماندن و خسارات هنگفت انسانی داشتنش سخت ضعیف شده است و از نیروی انسانی تنقیصی جدی کشیده ایستادند. از این رو مقامات روسیه برای جلب نیروهای نو به جنگ ضد اوکراین از تمام راه‌های موجوده به قول معروف یا به زوری یا به زر استفاده نموده ایستادند. بسیاری ها موج اخیر تعقیب مهاجران تاجیک در روسیه رو نیز به همین عزم جلب شماره هرچی بیشتر تاجیک ها به جنگ ضد اوکراین ربط می‌دهند. روز 4 ایون سال 2023 نیروهای آلمان در غرب شهر مسکو در مرکز سودای سالاریس رید گسترده را انجام داده 2 اتوبوس پر از مهاجران را بازداشت کردند. به گفته شاهدان در این مرکز سودا نیز نیروهای پلیس هدفمندانه
فقط مهاجران از تاجیکستان را شکار میکردند و به دیگران کار نداشتند. شماره عمومی تاجیک‌ها در مرکز سودای سالیاریس دستگیر شده را 50 نفر رقم میزنند. یکی از همصحبتان پایگاه خبری بامداد گفت در اینجا شماره خیلی بیشتر مهاجران تاجیک کار میکنند، ولی به قسم زیادی از آنها میسر شده است که برابر به این مرکز سودا فرو ریختن نیروهای امن فرار کنند و به دست نیافتند. مرکز سودا و فراغتی سالیاریس در شورای کیف در نزدیکی ایستگاه متروی سالیاری جایگیر شده است. چند هفته باز در روسیه ریدهای گسترده به ضد مهاجران تاجیک ادامه دارد. از جمله روزهای 18 و 24 می در جریان چنین ریدها در شهرک کتلنیکی در کنار مسکو نزدیک 1500 مهاجر تاجیک دستگیر کردید. همین طور صبح 19 می نیروهای امن و فسب به خوابگاه دانشگاه شهر کامسامولسک لب امور فرو ریخته دوربین‌های نظارتی را خاموش کردند و دانشجویان تاجیک را که یگان عمل غیر قانونی صادر نکرده بودند بی‌رحمانه لطکوب نمودند. صبح 30 می باشد ده‌ها مهاجر دیگر تاجیک را از خوابگاهشان در نزد ایستگاه متروی میتینو دستگیر کرده به پلیس بردند. سفارت تاجیکستان گفت در میتینو 57 شهروند تاجیکستان را بازداشت کردند. موج فشار و تعقیبات شهروندان تاجیکستان در شهرهای گوناگون روسیه مایه نگرانی مقامات دوشنبه شده است. در پس منظر این موج تعقیبات مهاجران تاجیک روز 5 میلیون وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف به دوشنبه میآید. انتظار می‌رود که موضوع تحت بررسی در ملاقات‌ها با او با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و وزیر خارجه تاجیکستان سراج‌الدین موردین همین مسئله تعقیب و بازداشت مهاجران تاجیک خواهد شد. طی 2 روز استراحت گذشته روزهای 3 و 4 ایون سال 2023 با 4 کودک سنشان از 7 تا 12 در جوی و دریا و کانال‌های تاجیکستان غرق شدند. کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که جسد 3 کودک غرق شده را تنها بعد 2 روز جستجو پیدا کردند و جستجوی جسد یک کودک دیگر تا حال ادامه دارد. این یاد به نظارت در لب آب قرار دادن این طفلان را سبب مرگ فاجعه‌ای آنها نامیده گفته است. با آنکه موسم آببازی امسال در تاجیکستان تازه 1 ایون آغاز یافت، از اول سال جاری در کل جوی و دریاهای جمهوری الکی 47 نفر غرق شدند. از این شمار 26 نفرش را کودکان و نورسان تا سن 16 تشکیل می‌دهند. سال 2022 در تاجیکستان 160 نفر از جمله 80 کودک نورس تا سن 16 غرق شده بود. بنا به اطلاع کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده نیمه روز 3 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 13:10 2 کودک 11 و 12 ساله ساکنان نویای ووسه به سبب رعایت نکردن قاعده‌های بی‌خطری هنگام آببازی در یک مکان برای آببازی ممنوع در کانال دهه هولیبک زیر آب شدند. برای جستجوی آنها نجات بخشان از شعبه کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در منطقه کولوب به جای حادثه آمدند. روز اول جستجو نتیجه نداد. جسد 2 کودک را تنها روز 4 ایون پیدا کرده به خویشاوندانشان سپردند. بازم روز 3 ایون تقریبا ساعت 14:20 یک کودک 5 ساله در دهه نوبنیاد در جماعت چورگلتپه نوی رودکی به آب کانال افتاده است. خواهر 7 ساله او برای نجات دادرش خود را به آب زده ولی مجرای آب دختر را کشیده به درون لوله حجمش 1.5 متر مکعب انداخته است. ساکنان محلی صدای داد و فریاد را شنیده به کمک این کودکان آمدند و پسر بچه را از آب زنده بیرون کشیدند، ولی جسد دختر را نجات بخشان کمیته تنها بعد 2 روز جستجو پیدا کرده از آب بیرون آوردند. روز 4 ایون سال 2023 تقریبا ساعت 2:10 یک پسر بچه 12 ساله از دهه نور بخش جماعت همنام نویه دوستی یا سابق جلیکول هنگام چراندن چاروا در نزدیکی دریای وخش خواسته است آب بازی کند ولی غرق شده است. جستجوی جسد او نیز ادامه دارد. با نظرداشت این حوادث کمیته ولایت‌های فوق‌العاده از والدان با اصرار خواهش میکنند که کودکانشان را به نظارت نگذارند. در لب آب و درون آب قاعده‌های بی‌خطری را جداً رعایت کنند. آببازی در مکان‌های ممنوع به حیات شما خطر دارد تاکید شده است در هشدار کمیته. جمال‌الدین نعمت‌زاده سرخطیب سابق مسجد مرکزی نویای رودکی و پسر مفتی سابق تاجیکستان امان‌الله نعمت‌زاده روز 3 ایون سال 2023 در سن 60 از عالم چشم پوشید
مراسم نماز جنازه و دفن جمال الدین نعمتزاده همان روز شنبه 3 ایون بعد نماز پیشین در محل زیستش در طرف سابق کلخوز تلمن در نزدیکی شهر وحدت دایر شده است. درباره علت مرگ او معلومات دقیقی در دست نیست، ولی به گفته افراد نزدیک به خانواده نعمتزاده ها، جمال الدین نعمتزاده چند سال اخیر از پیامدهای فربه‌شوی و بیماری‌های ناشی از آن اذیت می‌کشید. مفتی سابق تاجیکستان امان الله نعمتزاده سال 1935 در دهه بزرگیان منطقه آب گرم به دنیا آمده. سال 2010 در دوشنبه در سن 75 وفات کرد. امان الله نعمتزاده از سال 1996 تا 1997 مفتی و بعد به مرکز اسلامی تبدیل نام کردن مفتیات از سال 1997 تا سال 2010 رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان بود. مفتی کنونی تاجیکستان سید مکرم عبدالقادرزاده بعد امان الله نعمتزاده به این مقام رسید. پسر مفتی قبلی جمال الدین نعمتزاده بیشتر با عملهای بحث برانگیز و چند ماجرای پر سر و صدا در ذهنها نقش بسته بود. از جمله سال 2014 جمال الدین نعمتزاده برای جنجالش با ایشان نوریدین جان تور جانزاده برای امامتی نماز جنازه یک مرد سالخورده ورد زبانها شد. یک ساکن سالخورده رودکی وصیت کرده بود است که نماز جنازه‌اش را ایشان نوریدین جان بخواند، ولی جمال الدین نعمتزاده او را به امامتی راه نداد و در بین مردم برای ادای نماز جنازه جمع آمده پایفشاری میکرد که باعث سرخطی نویه امامتی نماز جنازه این ساکن نویه حقی اوست. بازداشت مختوم عبدالحق امام خطیب مسجد مرکز نویه شامنصور در سال 2021 بعد مراسم دفن دامولا حکمت الله تاجیک‌آبادی رو نیز برخی به اختلاف بین او و جمال الدین نعمتزاده در پی به اختیار محمد عبدالحق گذاشتن مسجد حضرت مولانا که قبلا در اختیار نویه رودکی بود، امامتش را جمال الدین نعمتزاده در دست داشت. ربط میگن به گفته منابع آگاه بعد از دست دادن مسجد حضرت مولانا جمال الدین نعمتزاده نسبت به محمد عبدالحق خصومت پیدا کرده و درباره سخنرانیش در نماز جنازه دامولا حکمت الله به مقامات امنیتی معلومات داد. اما از همه ماجرای پر سر و صدای جمال الدین نعمتزاده روز 7 ماه سال 2021 پیش از نماز تراویح در مسجد دهه دریاآباد نویه رودکی رخ داد که او امام خطیبش بود. در ویدیویی که در اینترنت نشر شد دیده میشد که جمال الدین نعمتزاده میخواهد پسرش عظمت الله را به جای خود امام مسجد کند، ولی مردم به این دلیل که پسر او چندی از این پیش با اتهام دزدی دستگیر شده بود راضی نمیشوند. پسر جمال الدین مردم نوروزی را دشنام داد که این باعث اعتراض شد و جمال الدین نعمتزاده به حمایت از پسرش وارد بحث شده از گریبان یک مرد نوروزی داشته کشاله کرد تا که او را به حجره دیگر مسجد برد. نمازگزاران مانع شده به جمال الدین نعمتزاده گفتند که این کار را نکند، شما خطیبید، عیب است. ولی جمال الدین نعمتزاده یک دشتم آبداری را به زبان میآورد و با بلندگویک خطاب به مردم میگوید همین مسجد را محکم نکنم اگر من زن شما شده باشم، یک حیات دیگر در این مسجد نماز نمیخوانید، بمیرید از این روزتان. نزدی‌ها و سلفی‌ها در اینجا جمع آمده اید. باز بعد رسانه شدن این ماجرا کمیته دین تاجیکستان خبر داد که روز 18 مای نعمتوف چمنالله معروف به مولا جمال الدین پسر مفتی سابق تاجیکستان امان الله نعمتزاده از مقام امام مسجد جامع به نام حضرت محمد دهه سخاوت دیات چورگلتپه نویه رودکی و پسر او عظمت الله چمنالله از مقام مسجد پنج وقته به نام ایشان اسمت الله دهه دریاآباد دهات زینب آباد نویه رودکی برکنار کرده شدند. در پایتخت تاجیکستان مسابقات بین المللی گران پری دوشنبه 2023 اوید به گشتین جودو به انجام رسید. در این مسابقه ها که از 2 تا 4 ایون سال 2023 دایر شد، حدود 400 ورزشگر از 40 کشور دنیا اشتراک کردند. تیم ملی تاجیکستان با کسب 7 مدال، 3 طلا، 3 نقره و 1 برنجی در بین کشورها جای اول را به دست آورد. البته شمار مدال های گشتنگیران روسیه بیشتر بود، 1 مدال از جمله 5 طلا، 4 نقره، 2 برنجی، ولی پهلوانان از روسیه به دلیل تحریمات بین المللی در گران پری دوشنبه 2023 تحت پرچم بی‌طرف فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کردند و مدال های به دست آوردهشان
به جیب تیم ملی روسیه نمی رفت. از ورزشگران تاجیکستان اینها صاحب مدال شدند. اوبید جیبوف تیلو وزن تو 66 کیلوگرم، سامان محمدبیکوف تیلو 81 کیلوگرم، کامران استوپریون تیلو تو 90 کیلوگرم، بیروز خوجزاده نقره تو 73 کیلوگرم، شادمان رضایف نقره تو 81 کیلوگرم، تیمور رحیموف نقره از 100 کیلوگرم زیاد، میرزوت صوفیف برنجی تو 60 کیلوگرم. باز یک پهلوان تاجیک محمدبیکوف در گراند پری دوشنبه در وزن تو 73 کیلو صاحب جای یکم و مدال طلا شد، ولی او که همیشه در مسابقه های بین المللی تحت پرچم روسیه به میدان می برآمد، این دفعه تحت پرچم فدراسیون بین المللی جودو هنرنمایی کرد. مخلصان در دو وزن شاهد رقابت های نهایی بین پهلوانان تاجیک شدند. در وزن تو 73 کیلو محمدبیکوف با بیروز خوجزاده، در وزن تو 80 کیلو سامان محمدبیکوف با شادمان رضایف مدال های طلا و نقره را با هم تقسیم کردند. گراند پری دوشنبه 2023 با یک شو برنامه زیبا با نام آرزو درباره رسول باقیف، یگانه ورزشگر از تاجیکستان که در کشتی جودو برنده مدال المپیک شده است، آغاز یافت. شهردار دوشنبه پسر کلانی پرزیدنت تاجیکستان رستم امامعلی در مراسم افتتاح مسابقات اشتراکچیان و میهمانان را به زبانهای تاجیکی و انگلیسی شاد باش گفت. گراند پری دوشنبه 2023 نخستین مسابقات بزرگی است که پرزیدنت جدید فدراسیون جودو تاجیکستان اسماعیل محمد ظاهر تشکیل کرد. این نبیره پرزیدنت تاجیکستان همگی چند ماه پیش در پایان سال 2022 برابری فدراسیون جودو جمهوری رسید. مدیر یک مکتب میانه را در نویه شمس‌الدین شاهین در جنوب تاجیکستان با گمان آزار جنسی دو خواننده مکتب بازداشت کردند. مقامات رسما حادثه را شرح ندادند، ولی یک منبع از مقامات انتظامی با شرط ذکر نشدن نامش روز 4 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت که مدیر این مکتب را برای رفتار بیرون از آداب پداگوژی با خوانندگان دستگیر کردند. او گفت دو خواننده صنف‌های 10 و 11 این مکتب شکایت کردند که مدیر مکتب تلاش به بدن آنها دست رساندن کرده است. هنوز نسبت به مدیر مکتب پرونده باز نشده است. به گفته مصاحب رادیو آزادی او حالا در شعبه کمیته دولتی امنیت ملی در این نوعیه نگهداری می شود. نزدیکان مدیر مکتب نخواستند موضوع را شرح دهند، ولی گفتند که به بیگناهیش باور دارند و امیدوارند به زودی رها می شود. در گذشته نیز چندین مورد بازداشت آموزگاران با گمان آزار جنسی و تجاوز به ناموس خوانندگان رسانه‌ای شده بود. از جمله 2 سال پیش آموزگار یک مکتب را برای تجاوز خواننده به 17 سال زندان محکوم کرده بودند. تیرماه سال 2019 دادگاه نویه یاوان ولایت ختلان آموزگار یکی از مکتب‌های شهر نورک را با گناه به اصطلاح رفتار شهوانی به 17.5 سال زندان محکوم کرد. سردختر دولتی سانیتاری ولایت سوخت با صدور یک قرار فروش چند نوع محصولات را با نظرداشت مولت نابودشوی آن در قلمرو ولایت منع کرده است. بنا به گزارش از پلیوس در قرار تخمینه عثمانова سردختر دولتی سانیتاری ولایت سوخت که میانه ماه مای امضا شده است گفته می شود از 17 مای تا 1 سپتامبر سال 2023 فروش محصولات زود ویران شونده به مانند سیخ کباب قیمگی، محصولات قنادی کریمدار، آبهای تشنه‌شکن خودساخت و کنسرو خانگی منع کرده شود. مجنون عارفوف معاون سردختر دولتی سانیتاری ولایت سوخت در شرح این قرار گفت که مقصد اساسی آن پیشگیری بیماری‌های شدید معده و روده و زهرالشوی می باشد. در متن قرار تاکید می شود که آن برای اجرا به بازارهای شهر و نواحی ولایت، مؤسسه‌های خوراک عموم، سودا، صنعت، اینچنین سیخ‌های قنادی فرستاده شده از مسئولین ملیت ولایت سوخت و دادستانی ولایت نظارت اجرای آن درخواست شده است. 1 یونی سال 2023 تخمینا ساعت 15:55 راننده автомашин تمغه اوپل استرا مرادوف سوبونقل سال تولدش 1996 ساکن شهر خوجند هنگام حرکت در شورای دوشنبه خوجند چنوق از سمت شهر استرافشن به سمت شهر خوجند در حدود دهه یختن نویه دیوشتیج از عهده اداره وسطای نقلیات نبرآمده به سمت مقابل رو برآمده به автомашин تمغه تویوتا کرولا تحت اداره راننده میرحمدوف اسرائیل سال تولدش 1987
ساکن نویه شهر نو که از سمت شهر خوجند به سمت شهر استرافشان حرکت داشت برخورده است. در نتیجه راننده اتومبیل تویوتا کرولا حرکت خود را گم کرده به سمت مقابل رو برآمده به اتومبیل تمغه اوپل وکترا تحت اداره راننده توشف انوربوی سال تولدش 1940 ساکن شهر استرافشان برخورده است. در نتیجه راننده اتومبیل اوپل وکترا توشف جراحت جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه کوشانیان با عریضه مرد 43 ساله ساکن نوحه مذکور مراجعت نموده است که 22 مای سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی از داخل آقلخانه‌اش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 8100 سامانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 30 ساله ساکن نوحه همدانی با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر خوجند عریضه پیرزن 78 ساله ساکن شهر مذکور وارد گردیده است که شب 20 و 21 مای سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از آنجا یک عدد تلویزیون تمغه LG را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانده شده 7500 سامانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 24 ساله و نابالغ 17 ساله ساکنان همین شهر با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. همین طریق به شعبه وزارت کارهای داخله در نوحه عینی عریضه پیرمرد 75 ساله ساکن نوحه مذکور وارد گردیده است که 24 اپریل سال 2023 شخصان نامعلوم با رای پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از آنجا از داخل صندوق آهنین 13000 سامانی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. در نتیجه گذراندن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا جوان 20 ساله ساکن همین نوحه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید بین حادثه پرونده جنایتی با ماده 244 قسم 3 کودش جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نمایید: www.bomdad.com. خوش باشید.